درود بر شما بیننده ارجمند. طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی همراه شما. در ابتدا نگاهی به عنوان چندی از خبر و گزارش‌های برنامه. متخصصان سبب پایین‌روی قرب روبل را در تاجیکستان شرح دادند. مردم پایبند به پول مهاجران میگویند از حالا به مشکل گرفتار شدند. وقتی که رای میکنه قرب پس شده پکشنی دادند نمیشود، خیلی ضرر دیدیم. رهبری گروه زرخریدان واگنر و فرماندهان دیگرش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات کردند. چرا استادان سابقه و عنواندار تاجیک در دانشگاه‌های کشور کم شدند؟ آنها را از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با یوگنی پریگوژین رهبری گروه زرخریدان واگنر ملاقات کرده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل گفت در واقع رئیس جمهور روز 29 ایون چنین جلسه داشت و 35 نفر را دعوت کرد، همه فرماندهان و رهبران شرکت از جمله پریگوژین را. با گفته پیسکوف رهبران واگنر گفتند که به جنگ در اوکراین ادامه می‌دهند. زرخریدان گروه واگنر شب 23 ایون شهر رستاوی-لبیدان را اشغال کردند و به طرف مسکو روان شدند. یوگنی پریگوژین گفت هدفش برکنار کردن فرماندهان آلوده به فساد روسیه بود. او دیرتر با میانه‌روی رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو از آشوب دست کشید و به بلاروس رفت. حالا معلوم نیست که در کجاست. و این گزارش هم به جنگ اوکراین ارتباط می‌گیرد و اینکه پولی که مهاجران تاجیک از کارشان در ساختمان، بازار یا راهروی و بارکشانی در روسیه به دست می‌آورند، هفته‌های گذشته قرب خود را از دست داده است. خانواده‌ها می‌گویند از سر هر 1000 روبل فرستاده نزدیکانشان از روسیه تقریباً 20 سامانی زیان می‌بینند که این به 8 کلچه و 4 کیلو کارتوشکا برابر است. علیشیر ظریفی و برات یوسفی برای فهمیدن اصل قضیه به بانک‌ها و نزد مشتریان رفتند و این گزارش را آوردند. قرب روبل روسی طی 3 هفته اخیر به شدت پایین می رود. حالا در بانک‌های تجاری 10 روبل روسی به 1 سامانی و 15 درم برابر شده است. ساکنان تاجیکستان که اکثریت پایبند روبل‌های مهاجران هستند، از به قرب شوی روبل روسی نگرانند. پول کلان خرایی میکنن، 20 30 روسی رایی میکنن. وقتی که رایی میکنن قرب پس شده پکشنی دادند نمیشود، خیلی ضرر دیدیم. برای برخی خانواده‌ها منبع یگانه درآمدشان پول روسی میفرستاده فرزندان مهاجرشان است که به قرب شوی آن به درآمدشان ضربه سخت زده است. یه بچه دارم، یه بچه که دارم روسیه که های داد نگاه میکنیم و 2000 روبل روسی روی کرده است، 238 سومی می تاجیکی شد. بهرام شریفوف اقتصاددان تاجیک به قرب شوی روبل روسی را به جنگ طول کشیده این کشور در اوکراین پیوند می‌دهد. یکم تاثیر تحریم‌ها با اقتصاد روسیه که از طرف دولت‌های غرب قبول کرده شد. دوم این محدود کردن سودا با مملکت‌های اروپا، نفت و گاز و چیا که خیلی درآمدی اسعاری می‌آورد به روسیه. و سوم این فروش گاز و نفت و دیگه بیاش به دولت‌های شرق با نرخی پست. تحلیلگران میگویند هرچند پایین شدن قرب روبل تاثیر مثبت به اقتصاد تاجیکستان دارد، اما در عموم زیانش بیشتر است. البته پایین رفتن قرب روبل با قیمت محصولاتی که از روسیه به تاجیکستان وارد میشه تاثیر دارد، یعنی قیمت‌ها کمی پایین‌تر میروند. اما فرق بین واردات محصولات از روسیه و انتقال پول مهاجران که از این کشور به تاجیکستان وارد میشود حدود 7-8 برابر است فرق رسمی اون. پس خلاصه این است که ضرر پایین‌روی قرب روبل از فایده اون به مراتب بیشتر است. پس از حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 کشورهای غربی علیه مسکو تحریم جاری کردند و آن زمان قرب روبل به طور نظر از پایین فرآمد، ولی دیرتر کمی جان گرفت. حالا دیگر باره رو به پایین نهاده است. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه می روند و این کشور یکی از منبع‌های اساسی درآمد خانواده‌ها به شمار می رود. با توجه به این هر تغییر در ارزش روبل به وضع زندگی آنها تاثیر خواهد گذاشت.
شوکت میرزیف رهبر فعلی ازبکستان را بار دیگر پرزیدنت این همسایه کشور تاجیکستان اعلام کردند. انتخابات روز 9 ایول گذشت. رهبران چند کشور از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان انتخابی دیگر برای میرزیف را پیروزی قطعی نامیدند، ولی بعضی از ناظران گفتند که انتخابات به رقابتی واقعی گذشت. همکار ما میرزا نبی خالقزاد انتخابات ازبکستان را پیگیری میکرد و میرزا نبی نتیجه چی شد؟ سلام به بیننده‌های عزیز. انتخابات ازبکستان آرام و بی هیاهو گذشت و طبق پیش بینی‌ها شوکت میرزیف در کرسی خودش ماند. این دوره سیوم ریاست جمهوری وی است. بر اساس قانون اساسی ازبکستان که در ماه اپریل امسال تغییر دادند، میرزیف امکان دارد تا سال 2037 یعنی 14 سال در قدرت بماند. نگرانی‌ها از آن است که تا آن وقت وی اطرافیانش برای نگاه داشتن حکومت حقوق آدمان را نقض و بخشای مهم سیاست و تجارت را انحصار خواهند کرد. با این حال کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان روز 10 ایول شوکت میرزیف را برنده اعلام کرد و گفت که بر اساس نتیجه های ابتدایی وی بیش از 87% آواز گرفته است. بعضی از سیاستشناسان از جمله رفیل ستاروف انتخابات را بی رقابت و مخالفت واقعی و بازگشت آشکار به گذشته استبدادی تصویر کردند. با سیاستشناس گالیا ابراهیمووا نیز صحبت داشتیم و او گفت که این انتخابات بازگشت به دوران کریموف است. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفتند که انتخابات ازبکستان رقابت واقعی نداشت. آنها گفتند که برای برگزاری انتخابات دموکراتی در ازبکستان تغییرات جدی ضرور است، چیزی که قبول اجراش آسان نبوده است. و میرزا نبی در آغازی به قدرت رسیدن شوکت میرزیف بسیاری او را با شروع یک اصلاحات و دیگرگونی در ازبکستان ستایش میکردند و حالا نظرها به کار و گشتایش تو اندازه دیگر شده است. چرا؟ ببینید، همونطوری که میدانیم شوکت میرزیف در گذشته 13 سال سروزیر حکومت اسلام کریموف بود و سال 2016 پس از مرگ وی زمام سیاست را در ازبکستان به دستش گرفت. هرچند به مخالفان واقعی امکان کار و بیان موقع نداد، بعضی از گناهکاران را با انگیزه های دینی و سیاسی رها کرد. برای سرمایه گذاری در این کشور سبکی داد، سرحدهای چندین سال بسته ازبکستان را با تاجیکستان هم باز کرد، اما دیرتر از راهی رفت که رهبران اکثر کشورهای آسیای مرکزی آن را پیمودند و یا در حال حاضر میپیمایند، یعنی به قبل ناظران غربی نقض حقوق آدمان و سرکوب دیگر اندیشان. کریس ریکلتون شارح سیاسی رادیو آزادی هم میگوید که قضیه قرقلپاکستان در تابستان سال گذشته شخصیت و چهره میرزیف را یک نوع داغدار کرد. در آن حادثه ناراضیان را سرکوب کردند و دیگر اندیشان را دستگیر و زندانی نمودند. شوکت میرزیف 66 ساله است و بار سوم است که در انتخابات اشتراک کرده پیروز اعلام می‌گردد. تشکر. همکارم میرزا نبی خالقزاد درباره انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان صحبت می‌کرد. برمیگردیم به اوکراین. نیروهای این کشور که در دهه نسکوچنی در ولایت دنسک را از دست سربازان روسیه آزاد کردند، آنجا را سراپا مینه‌کاری شده یافتند. دهاتی مینه‌کاری شده از یک طرف و کمینگاه و استحکام‌های سختی نیروهای روسیه حمله‌های جوابی نیروهای اوکراین و پیشروی آنها را دشوار کرده است. سربازان اوکراینی هم میگویند آنگونه که مردم فکر می‌کند پیشروی در جنگ به آسانی میسر نمی‌شود. همکارم کیومر سیاتا گزارش می‌دهد. خطر پنهان و ناعیان پیشروی نیروهای اوکراین را سست کرده است. این روستا را نیروهای اوکراینی چند پیش آزاد کردند، ولی پیش از عقب نشینی سربازان روس در دهه اسلحه کشنده کشت کردند. در تمام کوچه ها مینه گذاشتند. وقتی وارد دهه شدیم درآمدگاه آن را هم مینه گذاری کردند. با پایم کنار زده حرکت کردیم. سربازان اوکراینی با احتیاط حرکت میکنند تا به مینه بر نخورند. این نمونه از مانع در راه عملیاتی جوابی است. نیروهای روسیه این محله را مینه کاری کردند. مینه های زیاد گذاشتند. مثلا این مینه زیر نیروهای پیاده نظام است. مینه های زیر تانک نیز زیاد گذاشتند. به این گروه سربازان میسر شده است که قسمی از مینه ها را برچینند.
این مینه پای و دیگر اعضای بدن را پاره میکند، همه جا را پاره میکند، از جمله آلات جنسی انسان را. هر یک سرباز باید اصولهای عادی‌ترین کار مینه‌چی ها را داند، چگونه جستجو کردن و یافتنشان را. این کار را من خودم آموختم. سربازان روس در داخل بناها نیز مینه گذاشتند. دتوناتور این مینه آماده است. سربازان روسیه آن را گذاشتند تا ما نزدیک بیاییم و آن بترکد. استحکام‌های سخت در کمینگاه‌های نیروهای روسیه حمله‌های جوابی نیروهای اوکراینه را دشوار کردند. به سربازان اوکراینی 3 روز لازم شده است تا این کمینگاه روس‌ها را بگیرند. آنگونه که آدمان فکر میکنند عملیات و یا حمله جوابی آسان نیست. باید برای هر روستا بجنگید. برای همین فکر نکنید که این کار ساده است، ولی ما میکوشیم هر چیز زودتر آن را تمام کنیم. مقامات اوکراین روز 7 ایول گزارش دادند که در متخصصین تاجیکستان آشکار کردند که تعداد استادان با تجربه دانشگاه‌ها سال گذشته 1000 نفر کم شده است که عاقبت این کار کم سواد بیرون آمدن دانشجویان از دانشگاه‌ها است. چرا؟ برات یوسفی گزارش می‌دهد. سال گذشته تعداد استادان دارای عنوان‌های علمی در دانشگاه‌های تاجیکستان تقریباً به 1000 نفر کم شده است. اگر سال‌های گذشته به هر 16 دانشجو یک نامزد علم درس می‌داده باشد، حالا به یک نامزد علم 42 دانشجو راست می‌آید. مقامات مرکز تحقیقات استراتژی یک سبب این امر را مجبوری بازنشسته شدن استادان دانشمند 63 ساله دانشگاه‌ها می‌دانند که صاحب مکتب‌های علمی می‌باشند. ما دسترس کردیم مکتوبی رسمی وزارت با امضای وزیر با تمام ساختارهای مکتب عالی که نفرایی که از سن 60 رسیدن از همه وظیفه‌ها مدیر کافدرا دکان زندگان کدام وظیفه که در ساختار مکتب عالی آزاد کرده شود. در یک ماه در تمام مکتب عالی سن 60 جواب دادن و با همین طریق مکتب عالی به یک مشکلات بسیار جدی روبرو گردید. مرتضی زینالدینов سابق مدیر کافدرای ادبیات معاصر فاکولته فیلولوژیای تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان با تقاضای رهبریت از وظیفه مدیر استعفا و نفقه‌خوار شد. او طول تقریبا 10 سال مدیریت کافدرای ادبیات معاصر تاجیک در فاکولته فیلولوژیای تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان را به ذمه داشت. همون بهانه شد مورد شما شدگی نفقه طور گفتن که نیاز مولد داره کارهای شروعی اولیمان است و آدم کار کردی استاده است و دوری باید به کافدر این قدر آبرو پیدا کرد، نفوذ پیدا کرد. ممکن زود باشد. مرتضی زینالدینov به گونه دهها دانشمندان آموزگار مؤسسه‌های عالی تعلیمی تاجیکستان همکنون به صورت قراردادی به شاگردان درس میگوید. برخی از کارشناسان به این نظرند که در اصل بازنشسته کردن مدیران کافدرا و فاکولته‌های دانشگاه‌ها چندان قانونی نیست. در اکادمی علوم اوکراین باریس پاتون تا یاسد سولایش پرزیدنت اکادمی علوم‌های اوکراین بود. اکادمی علوم‌های اوکراین اکادمی میده شده نیست. 72 انستیتوت علمی تحقیقات دارد، 40000 کارگر. لیکن همون نگفتن که 100 ساله این عوض کنیم. چون احترام به علم و متخصص در اونجا بالاتر میستد. اما وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید متخصصان و دانشمندانی که به سن نفقه میرسند تنها از وظیفه آزاد میشوند، ولی طبق قرارداد کار خود را در همان مکتب عالی ادامه میدهند. در مؤسسه تعلیمی دولتی دانشگاه دولتی خوجان به نام باباجان غفورов عین حال زیاده از 900 نفر آموزگار کار و فعالیت میکنند. از این مقدار 900 نفر 54 نفر دکترای علم میباشند و اینچنین زیاده از 400 نفر نامزد علم میباشند. از همین مقدار 54 نفر دکتران علم زیاده از 30 نفرشون یعنی که 55% رو تشکیل میدهد. سن و سالشون از 60 بالا است، لیکن در مؤسسه خوشبختانه کار و فعالیت کرده ایستادن. با اعتقاد نیازی شماره استادان عنواندار در مکتب‌های عالی کشور کم نشده بلکه بیشتر شده است. تنها در یک سال گذشته حدود 1000 نامزدهای علم از کار دانشگاه‌ها رفته‌اند. همه ساله بیش از 60000 داوطلب به شاگردی دانشگاه‌های تاجیکستان پذیرفته می‌شوند. اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.